در شهر ایسور 13مین مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان به انجام رسید. در این بازی نهایی دسته رفشن کولوب تحت رهبری مربی شناخته تاجیک اهلدین توردیف بر باشگاه اصلاحات نویه فرخور با حساب 1-0 پیروز شد. مؤلف گل غلبه آور فوتبالباز نو تیم شهر کولوب بختیار ظریفوف گردید که در نهایت بهترین بازیگر فینال اعلام کرده شد. رفشن بار اول در تاریخش جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. در رقابت برای جای سوم دسته دوشنبه بر دسته بلخچه ایسور با حساب 2-1 پیروز گردید. مسابقه برای جام فدراسیون فوتبال از سال 2012 به این طرف اینک بار 13 دایر گردید. رفشن سال 2020 نیز به فینال این مسابقات را یافت، ولی اون وقت از تیم کوکتاش از نوعه رودکی به حساب 1-2 شکست خورد. برای اوسلوت نیز دومین فینال بود. این باشگاه سال 2022 در فینال از ریگر تدس با حساب بزرگ 0-4 مغلوب شده بود. از همه بیشتر 6 مرتبه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان نصیب استقلال دوشنبه شده است. ریگر تدس نیز 6 مرتبه تا به فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان رسیده است، ولی این جام را 3 مرتبه نصیب خود گردانده در 3 بازی دیگر در فینال مغلوب شده است. باشگاه خیر وعدت، کوکتاش رودکی و دوشنبه و رفشن کولوب 1 مرتبه صاحب جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شدند.